الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظیم. امشب یکی از شبهای استثنایی در ماه مبارک رمضان هست، چرا که هم شب قدر هست و در احادیث شریف همانطور که به صورت کلی آمده است که شما لیلة القدر را در عشر اخیر رمضان و در شبهای تاک شما جستجو کنید. این هم آمده است که لیلة القدر در شب 29م، 27م، 25م، 23م، 21م محتمل نام این شب در روایات ذکر شده است و لہذا احتمال فراوان وجود دارد که شب 29م شب لیلة القدر باشه و اون شبی که من و شما در جستجوش هستیم. مانا ولی بندگان با همت و بندگان با توفیق در جستجوی این شب هستند، این شب قدر باشه. و حدیث دیگری هم آمده است که در آخرین شب ماه رمضان الله رب العزت اجر روزداران را عنایت می کند. آخرین شب ماه رمضان امشب هست. حالا ممکنه که رمضان 30 روزی باشه و فردا شب هم شب آخر باشه، ولی اگر رمضان 29 روزی باشد امشب آخرین شب هست، شب پاداش و شب اجر روزداران هست. ولذا ویژگی دیگری این شب اینه که امشب آخری ختم کلام الله مجید در نه تنها در شهر زاهدان است، بلکه در استان و کشور ما و بلکه در بسیاری از ممالک اسلامی آنانی که با ما روزه گرفتن یا ما با اونها روزه گرفتیم و این شب هست شب 29، همه اینها ختم کلام الله مجید، آخری ختم کلام الله مجید در همه دنیا امشب هست. و لہذا امشب ویژگی خاصی دارد در تاریخ ماه مبارک رمضان و الله هم شما را می بیند و دلهای من و شما را هم نگاه می کند و می داند که با چه طلبی و با چه آرزوی و با چه امیدی امشب شما
به این صحنه تشریف آوردید که از الله رب العزت رحمت بگیرید و از الله رب العزت فضل پروردگار را دریافت کنید. الله طلبی که در دلهای شما هست و امیدی که در دلها بسته اید به رحمت پروردگار و عفو الهی، الله به خوبی این امیدها را و این طلبها را میبینه. اون آرزوها و امیدهایی که در دلهای خواهران ما و فرزندان ما به زنان هست و خود را می اندازند در جاهایی که جا باشه و می خواهند که از رحمت خدا استفاده بکنند. خدا می بینه و اون طلب و تلاشی که در دل مردان هست، در دل آقایان هست، و به رحمت پروردگار هم الله می بینه. و همان اندازه که طلب هست و همان اندازه که آرزو امید بسته اید و آمده اید، مطمئن باشید همان اندازه و بیشتر از او الله برای پاسخ دادن آرزوهای شما، برآورده کردن آرزوهای شما، الله رب العزت آماده ها. عزیزان من، دعا بفرمایید که الله امشب با رحمتهای خاص، با نظر لطف خاص و با توجه خاص از همه ما و همه بندگانش امشب پذیرایی بفرماید. امید بزرگی به رحمتهای بی‌پایان پروردگار هست و به لطف و کرم بیمانند پروردگار هست. و آنچه که بنده در این لحظه اخیر میخواهم عرایض شکسته و ریلا خدمت شما عرضه بکنم و چیزی عرض کنم خدمت شما. الله تعالی آنچه که رضایت پروردگار، خوشنودی رب العالمین حاصل میشه و مایه نفع میشه و خیر میشه برای ما، الله تعالی به زبان جاری بگرداند و همان دعاها را هم الله تعالی به زبان ما که بنده و همه ما که مایه رضایت اوست و مایه اجابت هست به زبان ما جاری بگرداند. درود خط فرمایید. سروران و عزیزان، مادران و خواهران، در دنیا یک اشتباه بزرگی که بشر به این اشتباه گرفتار هست و بشر سرگردانه و بشر نمیداند که چه بکنه. و اون اینه که بشر نمیداند که برای چه در دنیا آمده است. انسانیت و بشریت امروز به طور اکثریت قاطع هدف را از دست داده است و هدف گم کرده است. و هر انسان حتی به یک شهری اگر سفر بکنه و مقصدش را فراموش کنه که من چه چیزی به این شهر کشونده و من برای چه هزینه این سفر را پرداخت کردم و مشقت این سفر را تحمل کردم، 100% در اون شهر با سرگردانی و پریشانی و نگرانی روبرو خواهد شد. امروز جامعه انسانی و جامعه بشری و اکثر انسانها، حتی انسان نه من غیر مسلمان میگم، مسلمان و غیر مسلمان، امروز هدف اصلی زندگی را برای چه در دنیا آمده است، رسالتش چیه، وظیفهش چیه، چه کاری را باید در دنیا انجام بده، اکثریت انسان ها از این غافله. و قرآن هر جا که لفظ غافله به کار میبره بیشتر به همون مفهومه که انسان از رسالت غافلان، از مقصد غافلان، از هدفی که برای او آمدن هدف گم کردن. سرگردانی انسان ها و ناکامی هایی که انسان با آن روبروان و چالشی که بر سر راه انسان و بشر قرار داره، این افضل ترین مخلوق و بهترین موجود در این کره خاکی که خدا را هم نمایندگی میکنه بر روی زمین، لحاظا بر همین برمیگردد که انسان نمیدانه
چرا به دنیا آمده است، برای چه آمده. بسیاری بران نظرند که ما آمدیم تا دنیا را بسازیم و دنیا را آباد کنیم و رونق بدیم به دنیا، پیشرفت بدیم به دنیا و تمام هدف ما و مقصد زندگی انسانیت به همینه. و لحاظا شما میبینید این دسته تمام غمشون و همشون و نگرانیشون و تمام تلاششون و تمام فکرشون بر همین مستقره که چگونه بسازند این دنیا را، چگونه پیش ببرند این دنیا و مادیات را و چگونه بخورند، چگونه بپوشند، چگونه استفاده کنند از دنیا و دنبال لذاتند در دنیا که چگونه از نعمتهای دنیا لذت ببرند. همه غم اینها و فکر اینها همه همینه و همه همینه سروران گرامی. و بسیاری دیگه انسان اونها هستن عزیزان من که اونها اعتقاد دارن که الله رب العزت اونها را برای یک رسالت پیدا کرده و او هدف دنیا نیست، دنیا نیازه، دنیا ضرورته، دنیا احتیاج است و ما احتاج انسانه. دنیا آمده برای ما تا ما از او استفاده بکنیم و ما آمدیم برای رب العالمین تا بندگی خدا را، تا مأموریت های خدا را، تا دستورات پروردگار را اجرایی کنیم و عملی کنیم در دنیا. برای آنیم که ما فرمان ببریم از رب العالمین. دنیا در خدمت ما هست، ما هم دنیا را آباد می کنیم و می سازیم برای آن که از طریق دنیا به الله برسیم، تا آخرتمون آباد کنیم به وسیله دنیا، تا ما بتوانیم برای جهانیان خدمت بکنیم به وسیله دنیا. اعتقاد دیگر همینه توی دنیا، گرچه اعتقاد بخشی از مسلمانان بالاخره ممکنه این باور داشته و قبول بکنه این را، اما باور قوی در دل اونها وجود نداره. وقتی شما قرآن تلاوت میکنید، قرآن همین مطرح میکند. قرآن میفرماید ایحسب الانسان ان یترک سدی، آیا انسان گمان میبره که پیدا شده است در دنیا بدون هدف، بدون مقصد؟ آیا انسان چرا از عقلش کار نمیگیره؟ آیا انسان با این درجه، با این مقام، با این کرامات که الله عنایت کرده اینه پیدا کرده فقط برای خوردن، برای آشامیدن، برای پوشیدن، برای استفاده کردن انسان پیدا کرده؟ الله میگه عقل کجایه؟ چرا انسان از عقلش استفاده نمیکنه؟ چرا فکر نمیکنه؟ اگر برای استفاده کردن و خوردن حیوانات روی زمین فراوان هست، حیوانات دیگر، بلکه حیوانات دیگر برای انسان آمدن، ولی حیوانات دیگر رسالتشون همینه و هدف آفرینش حیوانات اینه که انسان ها استفاده بکنن. وای با سایر انسان ها اونها میگوین که هیچ تفاوت نداره با سایر حیوانات و فقط فرق اینه که این حیوان، این موجود عاقل بهتر میتونه از حیوانات دیگر بخوره، استفاده بکنه و بهره بگیره. و لحاظا انسان الله خطاب میکنه که آیا تو فکر کردی که من تو را بدون هدف پیدا کردم؟ و لحاظا به دستور من به وحی آسمانی، به کتاب های آسمانی را چرا مطالعه نکردی و فکر نکردی؟ چرا به حرف ناسه، پند ناسه، چرا به سخنان انبیاء علیهم السلام که از جانب خدا فرستاده شدن توجه نکردی؟ حرف اونا را فکر نکردی به دعوت انبیاء و به غفلت سر زدی. و الله ملامت میکنه بشرا به جاهای مختلف. حافظ تلاوت میکردی سوره را که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الله ملامت میکنه بشر و بسیار انسان را که شما را به غفلت انداخته و غافل کرده از شما را تکاثر و کثرت گرایی. همه شما در فکر اینید که ثروتتون اضافه بکنید، مالتون اضافه بکنید، از فلان مال، از فلان مال، از فلان مال داشته باشید، فلان جمال، فلان جمال.
و تمام غم شما، هم شما و غمی که شما را پیر کرده انسان را همینی که بیشتر در بیاورد، بیشتر بخوره، بیشتر داشته باشه. و لحاظا الله میگه شما را تکاسر به غفلت انداخته از هدف اصلی، از یاد پروردگار، از آمادگی برای آخرت، از آمادگی برای ملاقات خدا. حتی زرتم المقابر، تا اینکه شما قبرستان ملاقات میکنید، تا دمی که به موت میرید و شکمتون خاک قبر پر میکنه. و معروف این حدیثه که شکم بنی آدم را هیچ چیز نمیتونه پر بکنه به جز خاک قبر، که خاک قبره که شکم بنی آدم پر میکنه. هشدار دهنده عزیزان، تکان دهنده این حدیث. و لحاظا می فرماید شما تا دم آخر دنبال تکاسرید که از هر نعمت و از هر مال و از هر منال و مادیات بیشتر داشته باشید و دنبال همین غم و هم شما، فکر و جوش شما، تلاش شما همینه به تکاسره. به فکر عمل نیستید، به فکر ملاقات خدا نیستید، به فکر آخرت نیستید، به فکر ساختن خودتون نیستید، به فکر سفر نیستید. بسیاری از ما در دنیا برای خودشون جا درست کردن و دنیا را پسندیدن به عنوان جای زندگی، به عنوان مسکن زندگی و بود و باش، و فکر رفتن به آخرت به سر ندارن. الله هشدار میده اینها را که موت می آید. های انسان ها، چه فکر کردید که شما ماندگارید توی دنیا؟ میمانید مگر دنیا برای که وفا کرده است که برای شما وفا بکنه؟ برای که مانده دنیا؟ از آن که شده است که از آن شما بشود. و لحاظا فکر موت نیست. و من یادم هست یک نقطه یادم آمد که در رژیم گذشته، رژیم شاه، حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه درخواست کردن که قبرستان باباییان، قبرستان زاهدان پر شده و جا نداره و قبرستان شما بدید. استاندار وقت گفته بود که کجا شما میخواهید به شما زمینی بدیم؟ مولانا فرموده بود که همین جاده گوربند، اون زمان شهر زاهدان محدود بود و از اینجا این جاده گوربند که دو طرف همه زمین دشت و خالی بود. مولانا فرموده بود که در مسیر جاده گوربند ما قبرستان برای زاهدان میخواهیم. گفتم بررسی میکنیم و بالاخره بعد جواب دادن که بهترین مسیر تفریح مردم زاهدان همین گوربنده که درختای بنه داره، کوه داره، باغ داره و هوای خنک و سردی داره و مردم زاهدان که برای تفریح میره مسیرشون همینه. و وقتی که چشمشون به قبرستان بیفته زندگیشون تلخ میشه و به قبرها را که ببینه آدم بیاد مرگ میفته و نگران میشه و ناراحت میشه و تفریحشون خراب میشه. و لحاظا موافقت نکردن، گو این مسیر شما قبرستان داده نمیشه، شما مسیر دیگری باشه که این مسائل داشته نباشه، قبرستان هر چه بخواهید به شما میدیم. و لحاظا موافقت نشد. انسان ها که میخواهند فقط در دنیا عیش بکنند، حتی نمیخواهند جنازه را ببینند، حتی نمیخواهند قبری را ببینند، و اگر قبر را ببینند و جنازه ببینند سرشون پایین میاندازند، چشم میبندند که عیششون خراب نشود و زندگیشون تلخ نشه. و لحاظا عزیزان من، قرآن یک بخش از سخنان قرآن زیبا، آیات زیبا در همین قسمتن که الله بار بار تذکر میده که انسان شما کجا هستید، چه فکر کردید، شما را الله برای چه مقصدی آفریده، چرا انسان ها شما برای آخرت آفریده شدید. دنیا برای شما خلق شده، شما برای آخرت. دنیا برای شما خلق شده، شما برای خدا خلق شدید. تا ماموریت های خدا را اجرا کنید، خدا را بندگی کنید، دل به الله بدید، رابطه با پروردگار داشته باشید. شما برای این آمدید، شما نیامدید که همه غم و هم و فکرتون دنیا باشه، بر سر دنیا بیفتید و برای آخرت آمادگی نکنید، خدا را فراموش کنید. سفر آخرت که در پیشه او را فراموش کنید. سفری که به قبر منتهی میشه
و سفری که از اونجا به آخرت منتهی میشه و از آنجا یا به جهنم سر میکشه و منتهی میشه یا به جنت به انتها میرسه. این سفری طولانی را فراموش کرده اید و همه دنبال خورد و نوشید، دنبال پوشش لباسهای خوب و فاخرانه اید، دنبال جواهراتید، دنبال امکاناتید، دنبال رفاهیاتید و شما آخرت را فراموش کردید. الله رب العزت بسیار جا در قرآن عظیم و شان که تلاوت میکنیم با این نوع آیات الله هشدار میدن و ما ربک بغافل عما تعملون و ما ربک بغافل عما یعملون. یا بعضی جا و لحاظا الله میگه الله غافل نیست. آی مردم شما از خدا غافلید، شما از مرگ غافلید، ولی خدا از شما غافل نیست که شما چه عمل میکنید. خدا عمل کرده همه جهانیان زیر نظر داره و نگاه میکنه که اینا چه اعمال انجام میدن. وقتی که ببینه الله رب العزت ملت‌های را و قوم‌های را که در دلشون غیر از دنیا دیگه چیزی نیست، غیر از مادیات چیزی نیست، غیر از پول چیزی دیگری در دلشون نیست، غیر از حب مقام چیزی در دلشون نیست، این ملت‌ها نزد خدا فستن. اینا اهل زمین اطلاق میشن، اینا کسانی هستند که این آب به همین زمین چسبیدن، اینجا ماندگاران. اینا حق فرواز به سوی پروردگار ندارن، از فرواز به سوی پروردگار غافلن و لحاظا اینا میمانن توی جهنم، میمانن روی زمین. این ملت ها، این قوم ها هرچه خود را متمدن بگن، خود را پیشرفته بگن، خود را مترقی بگن، خود را توسعه یافته بگن، اینا توسعه یافتگی ندارن. این توسعه مادیاته، این توسعه زندگی دنیاست و لحاظا توسعه یافته حقی واقعیان سروران گرامی که چشمش باز بشه و پروردگار را ببینه، رب العالمین را ببینه، آنچه که خدا خواسته او را ببینه، آخرت را ببینه، قبر را ببینه. و سروران گرامی توسعه یافته و اونه که واقعیت ها را در دنیا ببینه. انسان توسعه یافته و الا این انسان نخیر، این انسان واپسگرایه، این انسان سروران گرامی مرتجعه، این انسان مادیگرایه، این انسان بیارزشه که دنیا فقط در دل اوست، خدا در دل او نیست. و سروران گرامی از اخلاق زیبا در زندگی او خبری نیست، از اعتقاد نورانی و ایمان در دل او خبری نیست، از عملکرد صحیح خبری نیست. و لحاظا این انسانهای هستن که نزد خدا بی ارزشن، خدا به اینها توجه نداره و لحاظا الله رب العزت به ملت توجه داره و سروران گرامی به انسانهای توجه داره که اونها دنیا را به حیث دنیا نگاه میکنند، به حیث ضرورت، به حیث نیاز، دنیا را پیشرفت میدن، دنیا را ترقی میدن، دنیا را توسعه میدن، اما به حیث دنیای و نه به حیث هدف باشه و هدفشون پروردگاره. در دل اونها خدا قرار داره، ایمان قرار داره، خیر قرار داره، نیکی قرار داره. الله به این ملت ها توجه میکنه. الله این انسان ها را میخواهد که اونا خدا خواهی دارن، خدا طلبی دارن، دنبال رضایت پروردگارن و مرگ یاد میکنند و از مرگ هراس دارند و ترس دارند که فردا میآید و ما دست خالیم. الله این ملت ها را دوست داره و به این انسان ها نظر لطف داره و کرم داره. و انسان هایی که به کلام خدا توجه نکردن و اون انسان هایی که به حبیب خدا و پیامبران و پیام رسانان الهی توجه ندارن، اون انسان هایی که به حرف ناصح و خیرخواه توجه نمی کنن، اون انسان ها را الله رب العزت به نگاه رحمت نگاه نمی کنه. الله اینا را ذلیل میدونه، اینا را خار میدونه، اینا را بدبخت میدونه، اینا را عقب ماندن، اینا رانده درگاه پروردگار و ماندن. گرچه خدا اونها را از دنیا پیشم ببره و به دنیا مشغول بکنه اونها را، ولکن مورد لطف پروردگار نیستن. مورد لطف خدا او انسانی که خدا طلبی داره، خدا جویی داره، خدا خواهی داره، او انسانی که خدا را میخواهد و کلام خدا را
کتاب خدا را گوش میکنه، او کلامی که سر تا پر رحمت پروردگار هست، نور هست، هدایت هست، و او کلامی که وقت تلاوت میشه نه تنها قلب نورانی میشود بلکه فضا نورانی میشه. بلکه عزیزان من این نور میپیچه توی فضا، نور کلام الله مجیده توی دلها داخل میشه، توی جامعه میآید و انواع امراض و مشکلات و خرابی ها را از وجود انسان و از ماحول هم تلاوت قرآن برطرف میکنه و بیرون میکند. الله او انسان ها را نگاه رحمت میکنند که خدا را یاد میکنند، دعا میکنند و گریه میکنند، نماز میخوانند و دلشون به سوی خدا متوجه. پا درد میکنه، کمر درد میکنه، دل درد میکنه، ولی نمیخواهد انسان که نمازش تمام بشه، نمیخواهد عقب نشینی بکنه. الله این انسان ها را دوست داره که موقع نمازهای 5 وقت که نماز فرضه و دستور الهیه و حکمت خدای عز و جل در این نمازها، با وقت نماز دست از کار بکشه و با یار مشغول باشه و به الله مشغول باشه. اگر مشغوله که فتک میزنه، آنم بی اندازه فتک را وقت نماز اذان شد به مسجد بشتابه، کشاورز بیل در دست داره، بیل فرد کنه و به سمت مسجد و نماز بره، وضو بگیره و با عبادت خدا مشغول باشه. الله و انسان دوست داره که بازارش را وقت نماز ببنده، مغازه را تعطیل کنه، مشتری را بگه الان من میرم وقت نماز منه، من نمازم را بخوانم بعد جواب شما را میدم. صبح وقت اذان به گوش رسید و یا ساعت زنگ زد که وقت نمازه، او رخت خواب لگتی بزنه و از رخت خواب بیرون بیاید که الان وقت نمازه، وقت رابطه برقرار کردن با خداست، وقت تماس آمده با الله تعالی. در این وقت الله انتظار ارتباط با بندگان و تماس با پروردگان. اقم الصلاة للذکری فرمودن، نماز برپا بکن برای ارتباط با الله و تماس با الله و یاد پروردگار. الان وقت خواب نیست، خواب الان وقتش نیست، الان خواب مایه نفرینه که وقت نماز من نماز بخوانم، میره نماز ادا میکنه. الله این انسان را دوست داره، الله انسانی را دوست داره که در حضر یا سفر یا هواپیماست یا قطار و ماشین، وقتش چشمش به ساعتی که وقت نماز من آمده، این وقت یاد رب العالمینه، این وقتی که باید دلم متوجه پروردگار باشه. و لحاظا نمازش را در هواپیما یا هر جایی که ممکنه و میتوانه نماز به صورت بهتر بتوانه نماز ادا بکنه، در فکر نمازه. الله انسان را توجه داره که الان وقت پرداخت زکات ماه رمضان اکثر مسلمان ها یا شعبان زکاتایشون میدن و لحاظا وقت زکات من آمده، من از هر جای شده است هر چیزی را بفروشم ولی زکاتم را ادا بکنم، مالم را پاک بگردانم و ربم را راضی بگردانم و خودم را با پرداخت زکات اصلاح کنم و هدایت کنم. و لحاظا الله این انسان را دوست داره که به مال بخل نمی کنه، حریص نیست و گرسنه و بدبخت نیست، بلکه او زکات صحیح ادا میکنه. و انسان بدبختن، بیچاران، بخیلن، الحریصن که خدا به او 40 میلیون تومان داده، او 1 میلیون از خدا دریغ بداره و زکات مالش را نده. او خواهران، مادرانی که زکات جواهرشون نمیدن، اینا بیچاره و بدبختن، اینها به خدا نمیتوانند پرداخت بکنن. خدایی که اولاد داده، خدایی که همه چیز داده، خدایی که شوهر داده، پدر و مادر داده، همه نعمت را ارزانی داشته است، زکات جواهرش را حاضر نیست پرداخت کنه و زکات مالش را نمیتواند بدهد. لذا این انسانای بیچاره هستند، این انسانهای نادانند، انسان اندیشمند و دانان
که جانش را هم نیاز باشه میده ولی ربش را نافرمانی نمیکنه. حاضر میشه جنازه خودش بلند بشه ولی جنازه حکم خدا در خانه او بلند نشه. گاهی این نکته را یاد میکنم و خودم هم ناراحت میشم که فرمودن که ما در خانه های ما نباید کسانی باشند که نماز قضا بکنن، قائل نمازی بکنن. در خانه پدر و مادر نمازی نباید بچه نماز قضا بکنه. یعنی جوانان بالغ، دختر و پسران، مادر و پدر بلند میشن برای نماز و جوانان خواب باشن. این زشت، این بده. در خانه ما نباید حکم خدا بشکنه، خدا نافرمانی بشه، معصیت در خانه ما داخل بشه. قائل نماز معصیت خدا را با خود همراه داره و الله را نافرمانی میکنه و لحاظا بده و زشته و مصیبت از سروران گرامی که در خانه بنده خانه شما نافرمانی پروردگار صورت بگیره. لحاظا زکات میدهد و رب را رضایت پروردگار میگیره، مال از خدا ترجیح نمیده، خواب از خدا ترجیح نمیده و هیچ منافعی را از خدا ترجیح نمیده. الله راضی از اون بنده که در این موسم گرما هوای گرم روزه بگیره، بره سر کار بکنه، تشنه و گرسنه و به رنج و زحمت میفته ولی روزه را هرگز از دست نمیده. حاضر کار از دست بده، حاضر منافع را از دست بدهد ولی حاضر نیست که رب العالمین ناراض بکنه و ناراضگی خدا را بخرد. الله این انسان ها را میخواهد. الله این بهشت برای همه انسان آماده کرده که منافعشون قربان رب العالمینه، موقعیتشون قربان رب العالمینه، همه چیزا قربان خدا میکنن ولی دستورات پروردگار و اوامر الهی را قربان منافع و فدای منافع و موقعیت های خودشون نمیکنن. عزیزان من، الله از من و شما انتظار داره که رب من و شماست، خالق و مالک. الله میگه من بندگی کنید، بنده من باشید، بنده شیطان نباشید. هر کس که در مقابل خدا شیطان اطاعت کنه او شیطان عبادت کرده و شیطان بندگی کرده است. بنده شیطان، بنده نفس کسی که دنبال گناه، دنبال زنا، دنبال فساد، دنبال منکرات، دنبال معاصی، لہذا این بندگی نفسه و این عبادت شیطانه. و قرآن روز قیامت الله تعالی میگن الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. نگفت شیطان فرستش نکنید، شیطان دشمن آشکار است. اطاعت شیطان و فرمانبرداری از شیطان عبادت و بندگی شیطان در مقابل رب العالمین. و لہذا الله انتظارش آنه که ما بنده شیطان نباشیم، بنده نفس نباشیم، بنده پول نباشیم، بنده مال نباشیم، بنده منافع نباشیم، بنده رب العالمین باشیم. خدا را بندگی بکنیم، خدا توی دل باشه و دل متوجه رب العالمین باشه. الله انتظار دارن که من و تو فرمان خدا را ببریم، اطاعت کنیم و هیچ کسی را در مقابل خدا اطاعت نکنیم، نه پدر، نه مادر، نه حاکم، نه هیچ انسانی را در مقابل فرمان خدا فرمان نبریم. اولین فرمان رب العالمین و خدا نافرمانی پروردگار جایز نیست. سروران گرامی که دیگران ما اطاعت کنیم و خدا را نافرمانی بکنیم. الله رب خالق قرآن فرستاده، رمضان برای هدایت من و شما فرستاده، انبیا را فرستاده است، از من و شما انتظار داره. و وقتی میگه شما دعا میکنید من اجابت میکنم دعای شما را، شما هم به دعای من اجابت بکنید. ندای من که من شما را ندا دادم به نماز، ندا دادم به حج و زکات و ندا دادم به روزه و احکام، شما ندای من هم اجابت بکنید، شما هم ندای من قبول کنید. دعا و صدای من که شما را صدا کردم به سوی خودم بپذیرید،
من هم دعای شما را بپذیرم. ولهذا الله رب العزت انتظار داره. الله به بنده نگاه نمیکنه و توجه نکنه بنده که پشت به الله کرده و روش به دنیاست، همه غم و هم و فکر و پریشانیش دنیاست. به دنیا به نگاه عظمت نگاه میکنه، دنیا را بزرگ و بزرگ میشماره. الله و انسان کوچک میبینه، اما او انسان هایی که الله را بزرگ میبینند، اعمال نیک بزرگ میبینند، ایمان بزرگ میبینند، آخرت بزرگ میبینند، الله اینها را به نگاه بزرگی هم نگاه میکنه، به نگاه احترام نگاه میکنه. جایگاه دارم پیش پروردگار. الله همه من و شما را جایگاه عنایت کنه. عزیزان من، امروز تو شرایط حاضر دنیا مشکلات و معاصی و گناه و حتی شرک و کفر در بشریت موج میزنه و در میان مسلمانان چه گناه موجوده، چقدر مفاسدن، گناه مهلکاتن، گناه های سنگین و بزرگن که امروز مسلمانان انجام میده در همین ماه رمضان. سبحان الله، انقدر حیای انسان بره و بی حیا بشه که در ماه رمضان خوردن روز سنگینه و بعضی روز هم بخوره و دست به جنایت بزنه، دست به سرقت بزنه، دزدی بزنه. در همین ماه رمضان گزارش سرقت موجوده. بعضی محسن میبرن، بعضی مال مردم. اینا خدا را نشناختن، اینا به راه شیطان رفتن. در همین ماه رمضان دست به یک سری جنایات در حق انسانها و حقوق انسانها را ضایع بکنه، برباد بکنه، نامش هم مسلمانه و در همین ماه رمضان چه گناهایی داره انجام میگیره. الله من و شما را نجات در همین شبای رمضان، در همین ماه رمضان دود و تریاک برقرار باشه و گروه این کار انجام بدن که خلاف شریع و حرامه و بعض مشروب بخورن و بعض چه گناهایی بکنن. حرمت رمضان کجایه؟ حرمت دستور خدا کجایه؟ حرمت قرآن عظیم و شان کجاست؟ حرمت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کجایه که فرمانش را بشکنه؟ کسی که میگه من محمدیم، کسی که میگه من مسلمانم، کسی که معتقده که بنده خدای و امید رحمت پروردگار داره، در ماه رمضان نافرمانی، بعد از رمضان نافرمانی. لہذا سروران گرامی، بعیده گناه نه برای من و شما. قرآن میگه نام گناه بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، اسم گناه بده برای ما بعد از ایمان. بعد که ما مؤمنیم گناه نکنیم، ولی نام گناه نباید بر سر ما باشه و به ما بگند که فلانی فلان گناه را انجام داد. حق انسان ها امروز چه اندازه ضایع، حقوق الله توی جامعه ضایع است. حقوق حداقل حقوق انسان طرفدار داره. حقوق بسیار مجامع جهانی هستند که از حق بشر دفاع میکنند، اما اونهایی که از حق خدا دفاع بکنند و بگن که آی جهانیان خدایم هست، حق داره برگردن شما، چرا خدا را پس پشت انداختید و چرا کلام الله را پس پشت انداختید و نادیده گرفتید از حقوق پروردگار؟ امروز در میان جامعه بشری اونایی که دفاع میکنن کمان، او قدرت ندارن، او تشکل ندارن که علنا و خطاب به بشر بکنن که آی بشر، های حکومت ها، های ملت ها، های دولت ها، حق رب العالمین ضایعه و حق خدا چرا ضایع باشه؟ حق بشر هم نباید ضایع بشه و حقوق الله نباید ضایع بشه. آی مسلمانان، کسی هست خطاب بکنه مسلمانان را از من و شما که مسلمانان حق خدا را ضایع نکنید، بترسید از پروردگار و نماز قضا نکنید، روزه را نخورید، حج انجام بدید، زکات انجام بدید، الله را یاد کنید، کلام خدا را تلاوت کنید، آنچه که خدا حرام قرار داده دنبال حرام نرید. آیا مسلمان، مشروبات الکلی را خدا با سخت‌ترین کلمه حرام قرار داده، قمار، ربا را الله با سخت‌ترین جملات فرموده که هر کسی که ربا خاره، ربا میخوره، او اعلام جنگ با پروردگار، اعلام جنگ خدا و رسول با اوست. و لہذا
ربا سنگینه و آی کسی باشه که ادعا بکنه که ربا نخورید، آی مسلمان رشوه نگیرید، اخاذی نکنید، مال مردم حیف و میل نکنید. خدا من کرده از زنا و زنا توی جامعه زیاد شده است. الله نجات بده، الله حفاظت بکنه جامعه ما را از فساد امروز در بلاد اسلامی بیداد میکنه و زیاد شده، گناه زیاد شده، معصیت زیاد شده. توی بازار شکایت میرسه که قسم دروغین خورده میشود و توی بازار گاهی نافرمانی الله انجام میگیره، بسیاری نافرمانی است انجام میگیره. بسیاری از زنان جامعه که مسلمان هم نام دارن راه میافتند توی بازار و با آرایش غلیظ و گویی به عروسی دارن میروند. کجا میرن بازار، کجا میرن مطب و به بیمارستان ها مراجعه میکنن، کجا میرن دانشگاه، کجا میرن مکتب خانه ها، و در حالی که آرایش برای بیرون رفتن نیست. آرایش نباید مرد بیگانه ببینه، حرامه برای زنان، حرامه که آرایششون مردان بیگانه ببینن و جلو مردان بیگانه ظاهر بکنن. بسیاری از خواهران همهش تمام غمشون و همشون لباسه، جواهر و طلای. اگر طلا رسید، اگر جواهر خوب رسید، اگر لباس قیمتی، اگر دوخت قیمتی رسید، این خواهران خود را سعادتمند میدانند. آشپزخانه بزرگ و تجهیزات آشپزخانه و وسایل جدید و وسایل روز به آشپزخانه شو وارد شد، سعادت خود میبینه، همه این فکر میکنن. اما خواهران این فکر بکنید که مرگ در پیشه و من و شما را تنها در قبر میگذارم. این خواهر من، مادر من که الان یک لحظه در بیابان، در جنگل تنها نمیتونه باشه و سکته میکنه و فریاد میکنه، میترسه. خواهر من میبرن در قبر و قبر میبندن، جواهر میمانه، طلا میمانه، لباس فاخرانه میمانه. کمدایتون پر از لباسن، لباس میخرید و اسراف میکنید. طلا دارید و دنبال طلاهای دیگرید که بخرید، لباسهای قیمتی و چند صد تومانی میخرید و دوختای بسیار کلان و قیمتی میخرید. خواهران توی شهر شما اطلاع دارید که یتیم هست و این شهر نان ندارم برای خوردن، زنهای بیوه و افتاده است، انسانهای معلول و مریض و بیکار و گرسنه توی شهر ما موجوده. طلاب در این شهر هستند، درس میخوانند، مساجد میمساختند و کارای دینی است و فقرا و مساکین است، کسب و کار نیست. شما این هزینه را بر شوهرایتون تحمیل میکنید و شوهرها را بعضی از خانمها خواهران مجبور میکنند که برن راه خلاف وارد بشن، برن مواد مخدر معامله بکنن و لحاظا این مسئولیتش به گردن کیه؟ چرا سادگی را اختیار نمی کنید؟ چرا لباس کمتر ارزانتر نمی خرید؟ چرا هزینه ها را پایین نمی آورید و قناعت نمی کنید و صرف جویی نمی کنید و پول اگر دارید اضافی، اینا هم منفعت دنیا یا منفعت دینتون مصرف میشن. اینا را به جای مصرف کنید که ذخیره آخرتتون باشه. روز قبر شما میروید این پول به درد شما بخوره. خواهران توجه داشته باشید این مسائل. شما باید به راه خدا قرار بگیرید. شما بیایید امروز الحمدلله توی شهر شما، استان شما، کشور شما الحمدلله مکاتب دینی قرآن بری یاد بگیرید، دین یاد بگیرید، رابطه با الله برقرار کنید. شما چه کم بوده از اون زنانی دارید که اونها سحر بلند می شدند و نماز می خواندند؟ شما این کم بوده جبران بکنید. شما چه کم بوده از زنان اون جامعه های بیدار دارید که زنان نقش دارند در ساختن فرزندان، در ساختن جامعه، در هدایت جامعه، در وارستگی جامعه و اصلاح جامعه. خواهران نقش حیاتی و مهم دارند. شما چرا نقش آفرینی نمی کنید؟ نقش خودتون را به عنوان زن مسلمان ایفا نمی کنید. زنهای اروپایی و زنهای غربی به عنوان
زنهای غربی و زنهایی که به قول خودشون توسعه یافته هستند و توسعه یافتگی دارن، اونها دارن توی دنیا نقش آفرینی میکنن و راههای غلط و نادرستی را در دنیا ترویج میدن. شما به عنوان زن مسلمان، شما زن محمدی، شما زن مؤمن، چرا نقش آفرینی نمی کنید؟ چرا جامعه را در هدایت جامعه، در اصلاح جامعه شما نقش ندارید و نقشتون کمتر هست؟ شما میتوانید نقش آفرینی بکنید و شما میتوانید زن غربی را بگید های زن غربی، شما نیستید الگوی زن و نمونه زن. زن توسعه یافته، زن پیشرفته، زن مترقی، شما نیستید زنهای مترقی و پیشرفته. او زنان باسوادن، با علمن، با دانشن که معرفت خدا را دارن، شناخت خدا را دارن، سحرخیزی دارن. وقتی بیرون میرن با پوشش اسلامی با شرافت میرون و بیرون قرار انجام میدن، علم میخوانن، درس میخوانن، سواد یاد میگیرن، قرآن میخوانن و کار میکنن برای جامعه خدمت میکنن. و شمایید که جواب این زنها را میتوانید بدید. زنهای تاریخ اسلام، زنهای تاریخ ادیان سماوی، حضرت مریم، حضرت سهرا، خانواده حضرت ابراهیم، حضرت هاجرا و حضرت دیگر این زنانی که زن فرعون، امرأت فرعون که قرآن را تذکره کرده، یه زن بالاترین متکبر و جبار زمان بود، لیکن زن در مقابلش ایستاد و به هر حال به شهادت هم رسید، حمایت از حق کرد و دفاع از حضرت موسی علیه السلام کرد و در خانه فرعون اولی کسی که مشرف به اسلام شد زن فرعون بود و در مقابل جبار ایستادگی کرد. شما از اون زنان نمایندگی بکنید. زن تاریخ اسلام حضرت عایشه، حضرت زهرا، حضرت خدیجه الکبری، ازواج مطهرات بنات رسول الله صلی الله علیه وسلم، مهاجرین، زنهای مهاجره و انصاریه بودن که برای دین خدمت کردن، درخشیدن توی دنیا و الان می درخشند به عنوان زن فرهیخته و الگو و نمونه توی جامعه مطرحن. شما چه چیزی کم بود دارید؟ چرا شما الگو نباشید برای در جامعه ما؟ به عنوان زن الگو زنها را هدایت ندید، زنها را راهنمایی نکنید و کار نکنید در بیان زجر. نرید دنبال این مادیات شما را به جای نمیرسانه. این لباسای فاخرانه و قیمتی و گزاف اینها شما را به جای نمیرسانن. جواهر و طلا و اسراف شما را به جای نمیرسانه، بلکه اخلاق نیک، عادات نیک، عمل کرده صحیح و درست، خوف خدا، علم و دانش شما را میتونه به جای برساند. و سروران و برادران، چرا من و شما عزیزان من، چرا من و شما آنچه که مایه ترقی ما است و پیشرفت ما است ما او را استفاده نکنیم؟ همش ما دنبال باشیم که هزینه های گزافه بر خودمون مصرف بکنیم، اسراف بکنیم توی مراسم عروسی و اسراف توی مراسم عروسی و منکرات، معاصی و این مسائل. ما چرا هزینه های خودمون را گزاف بکنیم، صرف جویی نکنیم، به اندازه نیاز مصرف نکنیم و هزینه های اضافی را ما به جاهای صحیح برای مصرف کنیم، راه درست به دنیایمان به آخرتمان مصرف بکنیم. این مسائل ما باید توجه داشته باشیم. سفرهایی که الان من گاهی یاد میکنم بعض بلاد سرم افتاده، سفرهایی که در ایرانه و سفرهای مخصوصا توی بلوچستانه، مردم ما الحمدلله میمن نوازن، خیلی تویشون اسرافه، خیلی غذاها خیلی اضافی میگه. یک سفره که مردم بلند میشن 2 برابر مردم بیاید به سفره بشینه سیر میکنن و هنوز سفره غذا داره. باید همه چیز به اندازه نیاز، همه چیز به اندازه ضرورت، کم نیاریم ولی اضافه اسراف نشه. و از اسراف ما باید از همه اسراف ها قرآن من کرده که حتی اسراف آب هم من کرده که شما آب اسراف نکنید. درود ختم فرمایید. من از کردم که چرا من و شما از حقوق الله دفاع نکنیم
مولانا قاسمی قبلا صحبت کردن قبل از نمازو. به هر حال صحبت همین بود که به هر حال ما باید او صحبت شاید جای دیگه یاد من هست، صحبت در همینی که ما باید پایبند دین الله تعالی باشیم و هم به دین خدا مردم دعوت کنیم، از حق خدا دفاع بکنیم در مقابل فرزندانمون، در مقابل عزیزانمون، در مقابل فامیل، در مقابل همه انسان از حق پروردگار دفاع بشه. آی حق خدا در ضایع میشه، شریعت خدا در شکسته میشه، فرمان خدا را دارن میشکنن و لحظه ما دفاع بکنیم، دفاع معقول. این وظیفه همه ماست. همینطور حق انسان ها که ضایع میشه دفاع بکنیم. امروز توی جامعه شکایت فراوانه که زنان شکایت دارن که حقشونش بسیاری از شوهران هدیده میگیرن، بسیاری از برادران میراث زنها را پرداخت نمیکنن، میراث نمیدن. وقتی مراجعه میکنن به اونها که میراث تقسیم میکنید ابا میورزن و این کار میکنن، تعلل میکنن، در حالی که حق زن میراثش را هر کسی بخوره باید روز قیامت، سحر قیامت جواب خدا را بده. و الله برای میراث سخت میگیره، برای حق زنان، برای حق بچه های کوچک که میراثشون خورده میشه و حقشون ضایع میشه، الله سخت میگیره. الله من شما را نجات بده. توصیه بنده به همه شما عزیزانانه که نگذارید حق مردم برای قیامت، نگذارید حق زنان، مهریه زنان را، میراث زنان را برای آخرت نگذارید. نگذارید که قبر من و شما را بگیرند که شما میراث مردم خوردید، بگیرند که مهر زن پرداخت نکردید، بگیرند که شما همسایه ها را اذیت و آزار رسوندید، شما مال مردم خوردید، شما غیبت کردید، شما تهمت زدید. من و شما را برای حق مردم نگیرن. چرا برای حق مردم سخت میگیرن؟ برای زنان، شوهران گرامی شما را برای زنان سخت سوال میکنن اگر حقشون من و شما ضایع کردیم. و همینطور زنان هم سخت میگیرن برای شوهر اگر زن نادیده بگیره حق شوهر را، به حق شوهر رسیدگی نکنه و با شوهر بدرفتاری بکند، زن هم باید جواب پروردگار بدهد. این حقوق الناس، حق مردم هم سنگینه، حق پروردگار هم سنگینه. و این حقوق همه امروز در جامعه بشری و جامعه انسانی هیچی که ضایع در جامعه اسلامی ضایع. مهمترین اشکال جامعه اسلامی یعنی که فاصله با آموزه های اسلام داره، فاصله با قرآن عظیم و شأن، فاصله با حدیث، فاصله با شریعت اسلام و فاصله با سنت نبوی هست و سیرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولهذا ما باید همه این گناه هایی که موجودن اینا رو ترک کنیم. گناه توی بازار نباشه. بازاریان عزیز، باید شما مواظب باشید، شما هیئت داشته باشید که از گناه جلوگیری بکنن توی بازار. و وقتی که اذان میشه دعوت بدن شما را که وقت مسجده و گناه به صورت ملایم، به صورت حکمت از گناه هم توی بازار جلوگیری. آقا قسم دروغی نخورید، آقا شهادت دروغی ندید، آقا کلاه سری کسی نگذارید، آقا کسی را فریب ندید، کسی را دور نزنید. توی بازار صداقت مهمه. چرا فرمودن که تاجر صدوق و تاجر امانتدار و امین با انبیاء علیهم السلام محشور میشن؟ چرا تاجر صداقت رعایت کنه سخته، تاجر امانتداری را رعایت بکنه سخته، تاجر کالای خود را تعریف بیجا نکنه سخته. و اکثرا تعریف میکنن و تعریف بیجا این دروغ میشه و این کلاهبرداری میشه و این مؤاخذه داره. عزیزان من، الله من و شما را هدایت کنه که این ماه رمضان برای همین آمده سروران گرامی که من و شما بیدار بشیم، من و شما اصلاح بشیم و در دل من و شما خوف خدا قرار بگیره و مایه و سرمایه تقوا حاصل بشه. تقوا یعنی که دیگه گناه نکنیم، دیگه حقوق الناس مراعات کنیم، حقوق الله را مراعات کنیم و حق کسی را من و شما ضایع نکنیم. دیگه من و شما دروغ نگیم، دیگه غیبت نکنیم، دیگه به مال مردم چشم دراز نکنیم و نگاه نکنیم، دیگه چشمون حفاظت کنیم از نگاه بد
و نگاه کردن به ناموس مردم، به دختر و خواهر و مادر مردم، به زن مردم. الله من و شما را توفیق بده که من و شما بله رعایت کنیم. گزارش های گاهی میرسه که بسیاری از هستن از مغازه‌داران که قواره میکنن پارچه ها و پارچه به عنوان فلان متر، اما وقتی میبرن در خانه هم متر میکنن، کمبود دارن. دقت کنید در این مسئله که شما یک چیزی را بفروشید که کمتر باشه و پول بیشتر بگیرید، جواب خدا را باید دقت کنید که حتی بیشتر باشه، چند سانت یارد اضافه باشه لباس از اون چیزی که شما به مشتری یاد میکنید، ولی کمتر نباشد. پول همینطوره، پول دقت بکنید، پول حساب بکنید بدید، مشتری هم حساب بکن، او را هم بگی حساب بکن. یه وقت شما اشتباه نکنید توی حساب، چیزی کمتر بدید. دقت بشه توی معامله شما که آخرت ما خراب نشه و گردن ما بند نشه و رب العالمین ناراض نشود. همه این مسائل ما باید مراعات کنیم. من از کردن رمضان آمده است برای اینکه در ما تحول ایجاد بکنه. یک ماه تلاوت قرآن، یک ماه ذکر پروردگار، یک ماه سحرخیزی، یک ماه قیام اللیل و ایستادن در شب و خواندن نماز تراویح و یک ماه سروران گرامی گناه تعطیل. و لحاظا این برای آن است که بعد از ماه رمضان من و شما عادت کنیم و گناه ها را تعطیل کنیم. گناه برای همیشه باید تعطیل باشه. دنبال گناه را امشب توبه کنید و تعطیل کنید، دست بلند کنید. ماشاءالله نماز هم قضا نکنید و قائل نمازی را هم ترک کنید. رمضان برای آن سروران گرامی که حلال قاری راه بیفته. بعد از رمضان، در رمضان حلال نخوردید و در بعد از رمضان حلال بخورید. این تمرینه و این تربیت. بعد از رمضان حلال بخورید، حرام نخورید و غیبت نکنید، دروغ نگید، حرام نخورید. توی رمضان گفته که کم حرف بزنید، کم بخوابید، کم بخورید. بعد از رمضان آقا حرف بزنید ولی باز حرف گناه به زبان نیاورید. بازم حرفتون همین کم حرفی را عادت کنید، کم خوری را، کم خوابی را عادت کنید. گناه که به طور کلی باید ترک باشه. قرآن خواندید در رمضان 10 پاره، 5 پاره روز، 3 پاره بعد از رمضان، حداقل 1 پاره را تلاوت کنید. ذکر الله را کردید در رمضان، بعد از رمضان انجام بدید. اعمال رمضان در شوال و 11 ماه دیگه ادامه بدید. آنچه که خواست خدا اینه. خدا نخواسته شما رمضان بیدار بشینید، ذکر کنید، انجام بدید و بعد از رمضان دیگه تعطیل کنید، همه چیز تعطیل بکنید. این خواست خدا نیست. خواست خدا نه که شما در رمضان مسجد آمدید 2 ساعت ایستادید نماز، بعد از رمضان 5 وقت نماز به مسجد بیایید، مسجد بشینید قرآن بخونید و مسجد ارتباط برقرار بشه. اینطور نباشه که در رمضان در مساجد نفل خواندید و بعد از رمضان فرض هم نیایید در مسجد ادا بکنید. الله در رمضان ما را تمرین دادن، ما را راه اندازی کردن، اعمالی را ما انجام دادی که بعد رمضان ادامه بدیم. 6 روز در شوال روزه بگیرید، این میشه 60 روز بر رمضان، 300 روز، 30 روز رمضانه و 6 روز میشه 60 روز، سال 360 روزه و ثواب سال به شما میرسه. و بعد در هر ماه 3 روز حداقل روز حداقل، ورنه مردم دوشنبه و پنجشنبه میگیرن. انشالله این 3 روز هم روزه بگیرید، با الله ارتباط، سحر بلند بشه، نماز تهجد بخوانید. و اینه بنده تاکید میکنم، بعد از 5 وقت نماز هیچ نمازی نیست که به اندازه نماز تهجد فضیلت داشته باشه. انشالله رمضان زکات دادید، خیرات دادید، همدردی کردید به فقرا و مساکین، 11 ماه تعطیلش کنید. نه، خواست الله این نیست. در 11 ماه هم مواسات و همدردی را، خیرات و صدقات را ادامه بدید. راهای خیر به اندازه تواناییتون، به اندازه وسعتون. و لحظه این کارا در رمضان، بعد رمضان ادامه پیدا بکنه. الله را بندگی بکنیم تا اون روزی که خدای عز و جل ملاقات میکنه. و من شما را الله توفیق عنایت بفرماید. و من برای اینکه
شما را بیشتر درد سر ندم. به هر حال به عرایزم همین اکتفا می کنم و اما چند مسائل هست که من خدمت شما عرض می کنم. اینجا یک مطلب را یادآوری کردم. بله متقاضی های داد و از به حضور شما در رابطه با عیدگاه من اول خدمت شما عرض میکنم. جایی که نماز میخونیم این تقریبا از 12 سالی که عیدگاه تنگه، مردم تو کوچه خیابانن و میرن جلو صف میبندن. مسئولین هم دیدن و قبول کرده اینه که جه نداره برای این به اندازه همین نماز جمعه جا داره، اما جه نداره برای نماز و پیگیری شده و الحمدلله. من الان خدمت شما عرض کنم که تصویب شده این مسئله که عیدگاه تعلق بگیره و عیدگاه انشالله امید هست که فردا کارش نهایی بشه و اما نهایت تلاشی بود که امروز کار تمام بشه که ما آدرس به شما بدیم که عیدگاه جایی که جدید نماز میخوانید روز عید فطر کجا هست. ولی باز هم کار ماند برای امروز. یکی از عزیزان مسافر رفته کار پیش آمده و لحاظا جا و آدرس الان به شما نمیتوانم بدم، ولی کارش اینه که خود مسئولین به بنده گفته که شما به مردم بگو، چون من گفتن که حالا همون مسئله چوپان پیش آمده. ولی من اگه حرف بزنم حرف من کسی باور نمیکنه، میگه زیاد شما به ما مژده دادید و لحاظا گفته که نه شما بگید که به هر حال کار تصویب شده و اینا هم حاجی آقای سلیمانی گفته فرمودن. اینا من همین قبل از تراویح با ایشون تماسی داشتم و انشالله امید است که فردا نهایی بشه، آدرسش هم مشخص بشه. آدرسش اولهاش همین کمربندی است، همین کمربندی که جاده خاش و کرمان به اصطلاح اولهاش همینه و اگر فردا انشالله این آدرسش مشخص شد و تحویل شد و ما توانستیم که ردیف بکنیم همه کارا را سریع، شما را اطلاع میدیم و چون عید من میگم در رابطه با عید اگر نتوانستیم که به هر حال اگر جمع میشیم یا نمیشیم ده همین جایی که الله هستی اینجاست. ولی ما امیدواریم که انشالله اگر این انشالله تا فردا صبح قسمتای صبح کارش انجام بگیره، بالاخره دوستان آبادگی دارند که فداکاری بدن و بلندگو نصب بکنم برای شما و ما بتوانیم با مسیج و به هر حال با اعلام در مساجد شما را در جریان بگذارید. چرا ما میدونیم که اینجا چه اندازه سر شما فشاره و شما اینجا فشار تحمل میکنید و چقدر بی صبرانه منتظرید و یکی از دغدغه‌های مهم شماست و انشالله این دغدغه با حسن نیت مسئولین امر الحمدلله انشالله انجام گرفته. جا داره من پیشافیش و قبل از اینکه به عیدگاه برم تشکر کنم از حضرت آیت الله سلیمانی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه معزز زاهدان و همچنان از جناب آقای استاندار و استاندار سیستان و بلوچستان، هم نماینده ولی فقیه هم نماینده عالی دولت که هر دوتا بالاخره سنگ تمام گذاشتن، هم دیگه ادارات و ارگانهایی که دسترکاران و همه با حسن نیت این کار پیگیری کردند و لحظه فرموده که کار حالا تمامه. ولی انشالله فردا تحویل بشه که ما به شما آدرس بدیم و کوشش میکنید که شما جای جدید نماز بخونید که خوب خود را دراز بکشید و بالاخره راحت نماز بخونید و بالاخره هم دعای خیر کنید. انشالله تشکر و دعای خیر، فرصت تشکر و دعای خیر بیشتر در عید هست که انشالله انجام بکنم، اما این مقدمتان هست و فیش فیشه. انشالله به همدلی و همگرایی و با قوت انشالله این بیشتر تحکیم میکنه و می انجامه به این و مهمه و یکی از خواسته های مردم زاهدانه و انشالله الان انجام گرفته است و انجام میگیره. مثلا رویت هلال فردا شب شما برای ما نگاه میکنید و اگر ما را دیدیم که پس فردا عیده، ولی اگر ندیدیم دیگه فستر فردا بیشتر روز سه‌شنبه عرض کنم که انشالله عید خواهد بود. در روز شنبه نگران نباشید که شک و تردیدی نیست، ولی روز دوشنبه در ابهام فعلا و
احتمال داره که هم رویت بشه و این احتمال مقدار ضعیفه، ولی به هر حال ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم و بر حسب دستور شریعت اسلامی ما باید برای ما تلاش کنیم. اگر شما ما را رویت کردید که ماهی بود و مطمئن بودید، ما را در جریان بگذارید که بتونید شهادت بدید. و این نکته خدمت شما. نکته دیگر اینه که درخواست ما از شما عزیزانی که وسیله دارن، درخواست ما اینه که در نقل و انتقال عرض کنم که نمازگزاران کمک کنید. شهر زاهدان شهر گسترده است، وسیع، مردم اکثرا پیادان و لحظه شما که الله شما را وسیله داره، شما میایید سوار کنید تا جایی که ماشین شما جا داره بیارید. وقتی که برمیگردید برگردید. کسانی اتوبوس دارن و همکاری بکنن، شهرداری محترم و دیگر ارگان هایی که وسایل در اختیارشون هست، هم درخواست ما همینه که انشاءالله در نقل و انتقال نمازگزاران همکاری بفرمایند. و آخرین یاد و ذکر همینه که به هر حال ما در پایان ماه مبارک رمضانیم و لحظه شما الله شما را جزای خیر بده. واقعا شما مردم خیری هستید، مردم خوبی هستید. برکات الله تعالی در دنیا و آخرت بر سر شما باد. و شما تشریف آوردن بعضی دوستان، ولی هنوز به هر حال بسیاری از دوستان که نتوانستن برسن و مدرسه نیازش شدیده، پولم از ارزش افتاده است. مثلا کسانی که در گذشته بیشتر چیزی آوردن، الان گاهی میبینی که نصف میشه یا یک سوم دستشو میاره. نشانه اینه که مقدار مشکلات توی بازاره و لحاظا این میطلبه که حضور بیشتر شما باشه تا انشاءالله حوضا بتوانه به کارهای خود که در کارهای میکنه الحمدلله همه مدارس را کمک کنید و شما به همه مدارس دست میرسونید. ولی به هر حال مدرسه دارالعلوم الحمدلله قدم های بلندی را الله تعالی توفیق داده دوستان ما را که در جهت این مرکز علمی پیشرفت این مرکز علمی بردارم و انشاءالله به این مدرسه شما بیشتر کمک کنیم. مسجد هم انشاءالله ما همین امیدواریم که سال آینده تا یک سال دیگه انشاءالله مسجد کار عمرانیش از داخل تمام بشه. انشاءالله شما به راحتی اونجا نماز بخونید، نیایش کنید، دعا کنید، قرآن تلاوت بکنید. الان الحمدلله مثلا 600 معتکف الان توی مسجد هم و این برکات پروردگاری رحمت خدای. مردم هم میبینی که ریختن توی مساجد و مردم الحمدلله دارن عمل انجام میده. این برکات الهی، همین رحمت پروردگار است. رحمت من ربک، این رحمت رب العالمین است که جوانان عزیز ما، مادران و خواهران، همه در اونها طلب دین ایجاد شده و خدا طلبی و خدا خواهی ایجاد شده. این عنایت پروردگاره، این لطف و کرم خدا عز و جل، شکرین ما نمیتونیم ادا بکنیم. ولی آنچه که من دغدغه بنده و نگرانی بنده و دیگر ائمه شما، پیش نمازان شما، علماء شما هست و اینه که بعد از رمضان ما نگرانیم که به هر حال مساجد کمرنگ بشن و شما کمتر بیایید به نمازهای جمعه، کمتر بیایید به نماز، مساجد خالی بشن، قائل نمازی شروع بشه، کوتاهی در نماز. این چیزی که دغدغه مایه و نگرانی مایه و پریشانی مایه و همین چیز ما را گاهی مجبور میکنه. دوستان من این ماه رمضان بعضی جب خارج از شهر الله تعالی توفیق داده من رفتن، دوستان هی اصرار که شما نرید بیرون از شهر، جاده شب بالاخره تصادفات هست و چیزی که دغدغه هست و من نگران کرده اینه که به هر حال دیگر عزیزان نگران خیر خواهان شما همینه که من میگم مردم ما به از این فرصت رمضان باید بینا صحبت بشه که اینا دین محکم بگیرن و خدا را از دست نداد. خدا را ما باید به هیچ قیمتی و به هیچ شرایطی از دست ندیم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را از دست ندیم. و لحظه نگرانی ما این گناه ها هستن، نگرانی ما این کوتاهیه، نگرانی ما کاهل نمازی هستن، نگرانی های ما این گناه ها و فسادن که هجوم میآورن توی بلد اسلامی، توی شهر و این گناه ها نباشه.
نگران نیستیم. انشالله ما انتظار داریم شما و درخواستمون از شما اینه که انشالله غرس و محکم در راه الله بایستید و خدا را تا آخر زندگی و آخری لحظه بندگی کنید و با ایمان به دربار الله تعالی بدید. من یکی از علما را دیشب در سروان بودیم، من اعادت کردم و من برای سلامتیشون دعا کردم. گفت که شما برای خاتمه من دعا بکنید بهتره، من تو عمر شما با برکت باشه، شما برای دین خدمت میکنید. گفت شما برای خاتمه من دعا بکنید و لحظه مهم اینه که خاتمه ما با ایمان باشه و از دنیا وقت میریم گرفتار عذاب خدا نشیم، گرفتار عذاب قبر نشیم. دنیایی که هیچ وفایی نداره. رمضان گذشته اینجا در جلسه شما مولانا احمد رحمه الله تعالی بود و چه انسان شایسته، چه که با روحیه کار میکرد. مولانا را هر جای مشکلاتی بود گفته میشد نه نداشت و حرکت میکرد اونجا و وقتش را برای مردم گذاشته وقف کرده بود، برای دین وقف کرده بود و واقعا مولانا احمد یک فایه بود و لحظه مولانا احمد را از دست دادیم و دیگر کجا رفته؟ دنیایی که برای مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه وفا نکرده، برای علماء شما مولانا یار محمد صالح گذشته رفتن و دیگر عزیزان رفتن. این انسانهای شایسته در همین رمضان گذشته، انسانهای معروف مشهور و انسانهای خیر نیکندیش، این دنیا برای هیچ کسی وفا نمی کنه. عزیزان من میریم از دنیا و حتی نام و نشان از ما در دنیا باقی نمیمونه و عملی آنچه که انجام دادیم با خود میبریم و لحظه دریغ نکنید از خودتون. الله من و شما را توفیق بده که الله را انشاءالله بندگی بکنیم، استقامت بکنیم و استقامت که فرشتگان وقت موت می آیند و خوشخبری میدن صاحبان استقامت را که ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، مژده بهشت میدهند و الله هم خوشخبری میده که خدا همراه است و انشاءالله در وقت موت مژده بهشت دریافت کنید و به رضامندی الله برسید. الله را بس صدق دل و با تمام وجود بندگی بکنید. الله من شما را توفیق بده. در الاخری لحظات است و چند جمله نیایش و دعایه و این آخری دعایی است که در ماه رمضان انجام میگیره. درخواست کردم برای اموات، شفای مریضان، زندانیان، بی اولادان، اصلاح فرزندان، ترک اعتیاد، هدایت فرزندان، لیست دیگری که اینجا دادن که دعا بشه برای برادران انتظامات خواهر و برادر انصافاً زحمت کشیدن در ماه رمضان در تمام مساجد بزرگ شهر، معروف شهر، مثل مسجد عزیزیه، مثل مسجد مکی و دیگر مساجد شهر. اینها دختر و پسر جوانان همه همکاری کردن. اینا را دعا کنه. برادران انتظامی، نیروی انتظامی و عزیزان امنیتی و همه اینها برای اینها راهنمایی و رانندگی در امشب آخری شب برای همه درخواست دعا دارم. برای اینها دعا بشود و شهرداری هم زحمتایی را که کشیده و همکاری های را داشته و انشاءالله همکاری میکنه. برای عید هم انشاءالله جای جدید که برسه انشاءالله کمک میکنه، همکاری میکنه که درست بشه. انشاءالله این هم در دعایتون یاد کنید. زندانیان از زندان زنگ میزنن، درخواست دعا میکنن و این حق دعا دارن و بسیاری هست که زیر حکم سنگینه و الله میتونه اونها را از حکم سنگین نجات بده. بعضی هست که خطای گناهی کرده پشیمانه و توبه میکنن و الله تعالی اونها را قادری که آزاد بکنه. لحظه برای نبی اولادان، مکروزین و هدایت جوانان و اینها همه به هر حال عزیزانی که اینجا صوت تنظیم کردن، خدمات دیگه انجام دادن و کسانی در طول رمضان افطاری دادن و سفره فعال کردن، ماشاءالله غذا دادن و انواع
اشیا خرید کرده آورده سفره انداخته. امشب همه عزیز 10,000 غذا اینجا توزیع کرده و هم گوشت گوسفند با کیفیت بالا آورده غذا توزیع کرده، همه به امید رحمت پروردگار، همه به خاطر رضامندی رب العالمین هست. و این هایی که فقرا مساکین ائمه مساجدشون کمک کردن و زکات دادن، خیرات دادن و نیکی انجام دادن، همه اینها انشاءالله در دعای خیرتون یاد بکنید. و به هر آخری لحظات و چند جمله دعا هست و دوستان از جاهای مختلف تشریف آوردن یادداشت دادن که 2 ماشین از کرمان برای ختم امشب آمده و متاسفانه توی راه تصادف کردن و یه عزیزی با 2 تا فرزندش درگذشته و بعض مجروح و زخمی هم. الله تعالی اینها را درجاتشون بلند بکنه و جزای خیر بده. و علما مردم از جاهای شهرستان مختلف معمولا برای ختمی آیند و جناب مولانا محمد عثمان استاد تفسیر هم هر سال میان اینجا شرکت میکنند و ایشون خدمت میکنه برای قرآن و الله درس تفسیر داشته. مولانا بدری هم که معتکفن بالاخره درس قرآن دادن. مولانا گرگیش در استان گلستان ماشاءالله، دیگه اساتیدی هستن که در سیستان و در جاهای دیگه مختلف هم درس قرآن میدن و لحظه اینها که برای قرآن خدمت میکنن خصوصا دعایتون یاد کنید انشاءالله اینها را الله تعالی موفق بداره. ولی نماینده یادداشت دادن که برای جناب آقای کاشانی هم دعای خیر بشه و دیگر نمایندگان، نماینده زاهدان و نماینده که انشاءالله بتونن برای مردم خدمت بکنن و زحمت بکشن و آنچه که در توان دارن برای این مردم کار ببرن، این امران و برای اینها خیر بشه، برای امنیت مرزها و امنیت کشورمون، برای غزه مظلوم و که در بنشانه حمله زیر حملات قرار گرفت، قتل عام میشن اهل غزه، مسلمانان که متشتتن، متفرقان، فراکندگی مسلمانان، اختلافات. دعا بشه الله تعالی برای عالم اسلام فرج بیاورند و مشکلات را حل کنند. رو به قبله دوستان بشینن انشاءالله، ارجا هستن رو قبله نشستن. یکی از تضرع در دعای و زهری در دعای و دعا بیشتر اجابت میشه. برگردم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پروردگارا ربا اے خالق آسمانها و اے خالق زمین، اے رب همه عالمیان، همه جهانیان تو آفریدی، همه نیازمند به تو اند و محتاجن و تو به کسی نیاز نداری. ای خدای بی نیازو، ای خدای ارحم الراحمین، درخواست به برگاه تو داریم آن است که به اندازه عدد همه مخلوقاتت، مداد کلماتت، به اندازه قطرات آبهای دریا و ذره ذره مخلوقات بهترین درودها را و سلامهای گرم و درودهای گرم و رحمت خاص را بر روح بلند و جسد اطهر رحمت للعالمین حبیب اله العالمین و خلیل خودت نازل بفرما. بر ارواح چاریار او، بر ارواح اهل بیت او، بر ارواح صحابه او، بر ارواح همه دوستان و ارادتمندان او تا قیامت بهترین صلات و سلام را بر همه انبیا، بر همه اولیاء نازل بفرما، بران حضرت و همه انبیا و اولیاء نازل بفرما. پروردگارا رب بندگان تویی، پروردگارا ربا اله به امید در انسان آمده ایم، همه به امید رحمت آمده، الا ماشاءالله اگر تک و تو که برای تماشا آمده باشند، همه آمدند به امید رحمت های تو و به امید وعدت تو، وعدات رب ما تکمیل میکنی. پروردگار یک ماه رمضان را این بندگان تو روزه گرفتند، پروردگارا رب در چنان شبهای بندگان موفق و اهل توفیق با طاعت و با بندگی و با تلاوت و با ذکر و با اعمال آنچنانی و بزرگ به دربار تو می شتابند و اما به اعمالشون متوسل می شوند. پروردگار اعمال ما آنچنان نیست که ما به اعمالمون توسل بجوییم، چون این اعمال در حد مایند، در سطح پایین از لحاظ کیفیت و کمیت. پروردگارا ما همون حرف حضرت یوسف و برادرانش یاد آمد که وقتی به دربار یوسف مراجعه کردن گفتن جئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. پروردگارا بضاعت ما، بودجه ما، طاعت ما ناچیزن و شایستگی کبریایی و عظمت تو را ندارن. پروردگارا درخواست ماله که این طاعت را به همین کمبود و کیفیت و کمیت کم بپذیرو، از ما قبول کن، از ما بپذیر و بر ما صدقه بگردان. پروردگار انتظار ما ذات یگانه تو در حد عمل ما نیست، به مراتب و مراتب
انتظار ما از ذات یگانه تو بزرگتر است. پروردگار این اعمال مایان و مایه در حد ما هستن و ما چنان شایستگی نداریم. ای الله تو در حد خودت به ما رسیدگی بکن، در حد خودت و شایستگی خودت که حد و حساب نداره به من رسیدگی بکن. پروردگار از ذات یگانه تو انتظار لطف داریم و لطف تو را و کرم تو را و بذل و جود تو را، عطا و احسان تو را از تو درخواست داریم و انتظار داریم که نگاه رحمتی به سوی ما به ما توجهی کن و گناه زندگی ما را، بار معصیت که برای ما تهدید در زندگی دنیا و در قبر و در آخرت، این بار معصیت، این بار کمر شکن را، این بار سنگین که همه گناه زندگی ما از سر ما بردار. آزاد من بگردان از آتش جهنم، آزاد من بگردان از پرسش و پاسخ و بازجویی، آزاد من بگردان از مسئولیت. پروردگارا تو خدایی، تو خالقی، تو ربی، تو کریمی، تو کرم داری بر بندگان و مهربانی تو در حد مادر و پدر نیست، مهربانی تو در حد بندگان خاص نیست. تو خالق بندگانی، بی نهایت مهربانی، بی نهایت بخشاینده‌ای. پروردگارا از تو در حد تو، از تو در حد بذل و جود تو، از تو در حد کرم و احسان تو، از تو در حد دریای بیکران رحمتت انتظار داریم. مرا دریاب به رحمت آیا، دریاب به مغفرتت، دریاب به بذل و جودت، دریاب به عطا و احسانت. پروردگار از تو درخواست عفو گناهانمون، آزادی گردنهایمون از آتش جهنم و از تو درخواست دخول جنت فردوس را داریم. ما فردوس اعلی را از تو سوال میکنم. ما را به فضلت، به کرم و احسانت، به خوبی ها نیکی های خودت، به رحمت های خودت به جنت فردوس برسان. مرا گرفتار عذاب نگردان، مرا گرفتار مجازات عمل کرده نگردان. من قدرت کتککاری تو را نداریم و قدرت عذاب و سوال ردتا باز پرسی تو را نداریم. پروردگارا مرا عذاب نده و عذاب قبر و آخرت تو جهنم و دنیا را به من نشانم نده. پروردگارا مرا به رحمتت بهشتت برسان، به رحمت دنیا و آخرت مرا برسان. پروردگارا تو ربی، تو پروردگاری، چه زیبا خدایی هستی، چقدر کریمی، چقدر رحیمی. تو را میزیبد ثنا و تعریف، تو را همه خوبی ها میزیبند. عیب از آن مایه و نقص از زبان مایه، ما این عیب دار. پروردگارا تو پاکی، تو در رحمتت را بر ما بکشا و ما را بر رحمتت دریاب.
پروردگارا ملت مسلمان را به رحمت دریا. پروردگارا توهین و تحقیر و ظلم و اجحاف و مشکلات و ناامنی همه پیش روی مسلمانان امروز، تشتت و تفرق و فراکندگی مسلمانان را برطرف بگردان. مسلمانان انسجام و اتحاد و وحدت کلمه و هدایت و برگشت به سوی قرآن و برگشت به سوی سنت و اله العالمین، برگشت به سوی یگانه خودت ای الله مسلمانان را نصیب بفرما. پروردگارا دریاب ما را و آل ایمان را با خیر دریاب، با قبولیت رمضان دریاب، با آزادی گردنها دریاب، با محبت خودت دریاب. دلای مرده ما را با عشق خودت زنده کن، با عشق محمد رسول الله زنده کن، با ایمان سرشار و قوی و کامل زنده کن. دلهای ما را با خیر زنده بگردان. پروردگار اله تو ارحم الراحمینی، تو اکرم الاکرمینی. سرنوشت دنیا را عوض کن الله، سرنوشت مسلمین عوض بگردان. یک بار دیگر دور ایمان و دور هدایت و دور دینداری را در میان مسلمان تکرار بگردان. برکات آسمانی و زمینی را بر ما و مسلمانان بریز. پروردگارا غزه و فلسطین آزاد بگردان. شر اسرائیل غاصب کوتاه کن، شر اشرار و شر قدرت‌های غاصب و جهانکار و قدرت‌های استکباری را از سر مسلمانان کوتاه بگردان. پروردگار اله رب رسیدگی کن، توی رب. پروردگارا تو مهربانی، مرا مسلمانان را مجازات بر اعمال من نکن، مرا مجازات بر کردهای من نگردان. عفو و احسان کار بگیر در حق ما، در حق مسلمانان. پروردگارا ربا اله مرا مال از نعمتهای خودت، رحمتهای خودت بگردان. دنیای ما را پروردگارا روزی حلال نصیب ما بگردان، دنیای ما را هم آباد بگردان و دین ما را کامل و مکمل و برتر و بالا بگردان. پروردگار اله عاقبت ما را بخیر بگردان. پروردگار شفاعت رمضان و قرآن نصیب ما بگردان. پروردگار اله مردم بلوچستان و مردم زاهدان و مردم سیستان و استان ما را دیندار و متدین و نمازی و اهل نماز بگردان، اهل دین بگردان. تنگی روزی را از این مردم بردار، کساد بازار و کسب و کار و معیشت برطرف کن و الی العالمین دین کامل عنایت بفرما. مردم ایران، زمین ایران و استان ما را آباد بگردان و الی العالمین هدایت بده. مردم ایران هر جا هستند و همه مسلمین هدایت بده. بلاد اسلامی را از ناامنی حفظ بفرما. مرزهای میان اسلامی ما را و کشور ما را از ناامنی و گزند روزگار محفوظ نگه بدار. مسئولین ما را توفیق خیر عنایت فرما و عزیزان انتظامات طول رمضان، دختر و پسر، زن و مرد و برادران انتظامی و سایر عزیزان امنیتی، سایر کسانی که برای امنیت مردم کار میکنند، نظم و ترتیب، همه را ای الله به خیر نصیبشان بفرما و جزای خیرشون بده. همه کسانی که برای اینجا و انشالله کار کردن و برای اله العالمین ایدگاه، کسانی که در حل این مسئله تلاش کردن، ای الله جزای خیرشو عنایت فرما و کسانی که بعد انشالله آماده کنند ایدگاه را به دست جمعی برای نماز، اونها را پیش جزای خیر عنایت فرما. صاحبان دستگاه و صاحبان امکانات جزای خیر بده.
که سریع آماده کنند و مردم آنجا نماز برقرار کنند. پروردگار عاقبت همه ما را به خیر بگردان. کمبودا و کوتاهی های ما فراوانند، ای الله اینها را برطرف فرما. معتکفین اعتکافشون را قبول بدار. و عزیزی که امشب باید اینجا هم میخواند حافظ طیب، اینجا باید یک شریک حافظ عزیز حافظ نظیر احمد بود و معتکف بود و آنجا من توی مسجد و زحمت ایشون و این همه حافظان که در ماه رمضان قرآن تلاوت کردن، همه معتکفین، ای الله زحمت این را قبول بفرمای حافظانا. و اله العالمین جمیع کسانی در ماه رمضان تلاش خیر کردن، خیرهایشون را الله قبول بفرما. درس قرآن دادن، تبلیغ کردن، تعلیم دادن و همه کسانی که برای دین خدمت میکنن قبول. برادران تبلیغی ما را ای الله اینا منشأ خیرند و برکتند، ای الله اینا را رشد و ترقی عنایت فرما و توفیق بده. و مدارس دینی، مکاتب، اینا رشد و ترقی عنایت فرما. دانشگاه های ما را ای الله آباد فرما. مدارس دولتی آموزش پرورش را ای الله تقویت کن و ای الله رشد بده. جمیع کسانی که برای دین تو خدمت میکنند، کسانی که در مقابل متجاوزان و اشغالگران ایستادند، پروردگارا کسانی که در مقابل اله العالمین متکبران دنیا ایستادند، الله اینا را نصرت فرما، یاری فرما. هر جا در هر لباس الله اینا را کمک فرما و عاقبت همه ما را به خیر. جمیع کسانی که درخواست دعا کردن برای زندانیان، برای مریضان، برای بی اولادان و سایر کسانی که توی زندگیشون مشکل دارن، ای الله اینها را همه مشکلاتشون حل بفرما. با تلفن، با نامه، با تذکر و یادآوری درخواست دعا. بسیاری از مادران برای اولادانشون درخواست دعا کردن، هدایت بشه الله اولادانشون هدایت بفرما. و الله جمیع حاجتها و نیازها را برآورده بفرما. الله جمیع گذشتگان وری که رحمت کن، خصوصا حضرت مولانا رحمه الله، حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی که استاد و مرشد همه مردم ما و ما هستند و منشأ خیر بودن برای مردم ما. در بهترین رحمت حضرت مولانا رجا عنایت فرما. و حضرت مولانا احمد که تازه از دست دادیم، پروردگار احسان کن سر مولانا و روحش را شادمان کن و درجاتش را بلند کن. و همه اساتید، مدرسین، خدمتگزارای برادرزاده های من دوباره که من میگم پدر ما را فراموش نکنید در دعا. و همه عزیزان ای خدا اینها را در جوار بهترین رحمت جا عنایت کن و عاقبت همه ما را الی خیر بگردان. قبرستان های ما و مسلمین، ای الله کسانی که رمضان رفتن، دیر رفتن، علما، اندیشمندان، ریش سفیدان، نخبگان، همه و همه را ای الله به جوار بهترین رحمت جا عنایت فرما. دانشگاهیان ما را، دانشجویان عزیز ما را، فرهنگیان، علما، ریش سفیدان، معتمدین، همه کسانی که در جامعه ما تاثیر گذارند، عموم جامعه ما را همه را مغفرت کن و همه را هدایت کامل نصیب فرما و خیر نصیب بفرما. همه درخواست دعا که شده الله اینا را، عزیزان نمایندگان مجلس را و ای الله همه را و این نماینده عزیز که درخواست دعایی داشتن، ای الله همه را توفیق خدمت برای جامعه نصیب، عاقبت همه ما را به خیر بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين سبر. آمين آمين. ودرود ختم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه. إنسان أنا ومحسوب، لا تقول عادي، نفسي ونفسك ربنا ما فرقها، خذها من اللي بنظرتك شخص عادي،
لا تحتقر أي روح ربك خلقها. إنسان أنا ومحسوب، لا تقول عادي، نفسي ونفسك ربنا ما فرقها. خذها من اللي نظرتك شخص عادي، لا تحتقر أي روح ربك خلقها.